ولی یه چیزی هم بهتون بگم فراموش نکنید، چقدر این حواشی رپ ما رو از بنزین گرون و دلار 130,000 تومن و 200 کنیم میلیاردی و همه دور کرد. حال کردید آی فلان رپره فلان، بعد خود به خودی هم هست. مثلا صبح تا شب رو میناله چرا ما حق نداریم بریم کنسرت رپره خودمون، بعد یارو اومده مثلا مجوز بگیره آقا هرچی گفت به من چه اصلا، ولی من دوست دارم کنسرت مثلا چند تاشون برم. خب بعد اومدن دوباره دیس، نه این بیجای کرده میخواد مجوز بگیره کنسرت بذاره. بعد این بحثو انقدر گنده کردن، هم زدن اصلا ما از موضوع دور شدیم، رفتیم افتادیم تو خیابونا. ولش کن بابا، ما هرچی سرمون بیاد خودمون داریم با خودمون باز. ما دنده خوریم، ما مردم ایران دنده خوریم، چون هممون هم دنده ایم. یعنی کافیه یکی مثلا بگه آ ماشاءالله فلان دمت گرم همه پشتشیم، نمیفهمیم که دارن با همون بازی میکنن.